درود به کل شما دوستان عزیز. پس از تنفس یک ماه به خاطر بررسی بازی یورو همکنون فرصت بازگشت پیدا نمودیم که سر گزارش‌های گرماگرم تابستانی فوتبالی سخنها را ادامه دهیم. روزانه تابستانی ترانسفری از آغاز یورو این جانب چندین ارتباط‌های هنگامه‌ساز و جالب را از خیربادی راموس با رئال و گزارشش به پاریژ، سخنها اطراف خیربادی گروه بازیگران بارسا به خاطر نگاهداشت مسی و خریداری 60 میلیونی ناصر الخلیفی از زمره آن موضوعهای سرگرمترین بازار فوتبالی اند که ما کوشش میکنیم که در برنامه امروز چندی از گزارش‌های مهمترین انجام شده تابستانه را به خاطر یادآوری ورق گردان کنیم. نخست باید گفت که سابق حمایتگر اینتر مایکونی برزیلی به خاطر جمع اندک مبلغ و دور نمودن از فوتبال در آخرین لحظه های مسند ورزشی خیش به تیم ترپنی کشوری در خریدن ناپیدای سان مارینا گزارش انجام داده است. این برزیلی 39 سالک و چینک فوتبالی پا بر لب گور است. به تیم گزارش نموده است که در لیگ کانفرانسیا ها بازی خواهد کرد. تا به این دم باشد مایکونی یک زمان در اینتر میلان پا برجا و با قول مردمی افطاریتیت در دسته سان از دیویزیون چهارم ایتالیایی برآمد میکرد. پر اشتباه کننده ترین بازیگر یورو که در نیمه نهایی هم با اشتباهش اسپانیا ها را از فینال ریم محروم کرد، تمدید شوی شرطنامه به یک سال دیگر از یوونتوس را دریافت کرده است و با همین میتوان گفت که ماکسی آلگری جنجالی با رونالدوی بزرگ نسبت آلوارو ماراتا باوری را از دست نداده است. باشگاه تورینی که موسم قبلی اشغال موقع چهارم در چمپیونات را به مثال قهرمانی استقبال می‌نمود، مهلت اجاره حمله‌ور 28 ساله منتخب اسپانیا را از تیم اتلتیکو مادرید تا سنه 30 ایون سال 2022 تمدید نموده است. در روسیه فوتبال بزار وابسته به نتیجه برآمد منتخبش در یورو 2020 باشد، دیناموی مسکو حمله‌ور ماکسیمیلیان فیلیپ را بر عوض 10 میلیون یورو به وولفسبورگ فروخت. باشگاه آلمانی با این حمله‌ور 27 ساله شرطنامه تا تابستان سال 2025 امضا نموده. موسم قبلی را هم فیلیپ طریق اجاره در وولفسبورگ گذرانیده بود. علاوه بر این دسته پشتیبانی شونده از جانب وینشتورک بانک بازیگر منتخب اوروگوئه دیگو لاکسالت را که یک زمان از گزارش به زنیت ناز کرد و میلان را انتخاب کرده بود خریداری کرد. لاکسالت 28 ساله با دینامو چونی مسکو شرطنامه 3 ساله با امکان تمدید کنی به یک سال دیگر نوشته کرد. پیشتر باشد خبر داده میشد که فوتبالباز نامبرده در صف دینامو 2.5 میلیون یورو سالانه کار میکند، در حالی که در میلان 3.5 میلیون یورو از گزارشش گرفته بود. موسم گذشته را لاکسالت طریق اجاره در سلتیک گذرانید و در چمپیونات شتلندیا 17 بازی گذرانیده است. زاده شهر مونته‌ویدئو کشور اوروگوئه کارنامه ورزشیش را از اکادمی محلی دفنسور اسپورتینگ آغاز نموده پس از نمایش مهارت عالی در تیم ناسیونال راه سوی اروپا پیش گرفت که آنجا نخست کارنامه ورزشیش در صف اینتر آنقدر درست پیش نمی رفت. خلاصه پس از بازی‌های موقتی در صف بالونیا و جنوا، لاکسالت از جانب میلان چون نفر پر استعداد خریداری شد، ولی با مرور زمان در صف رسانه‌ها هم کارش آمد نکرد و همکنون از برای احیا کنی مسند ورزشی در چمپیونات روسیه نمایش قدرت می‌کند. دیناموی روسیه اگر از خارج فوتبالباز می‌خرد، شختیار اوکراین بازیگران بهتری را می‌خرد و یکی از خریداری‌های چشمرس کوهکن‌ها در این تابستان دعوت لاسینا تراوره از آیاکس می باشد. شرطنامه با تراوره 20 ساله تا سال 2026 بسته شده. طبق معلومات شختیار اینجا 10 میلیون یورو وارد خزانه آمستردامی ها نموده است. خود لاسینا تراوره باشد در 12 بازی چمپیونات نیدرلند 7 گل دارد. خریداری دیگری شختیاری دونتسک حمایتگر مارلون اساسولا می باشد که با این بازیگر شرطنامه به مهلت 5 سال بسته شده است. گفته میشد که دعوت این بازیگر برزیلی با خواهش سرمربی کوکنها رابرتو دزربی عملی شده، از برایش قریب 12 میلیون یورو پرداخت کرده شده است. در موسم قبلی سری آ باشد مارلون 24 مرتبه به میدان آمده، یک زمان در صف بارسلونای به هم بازی کرده بود. در وطن فوتبال باشد سابق حمایتگر تاتنهام دنی روز که هنوز موسم قبلی برای دسته لندنی نادرکار شده بود به دسته واتفورد گزارش نمود.
بازیگر انگلیسی 30 ساله هنوز در نیمه دوم موسم سالهای 2008-2009 به طور اجاره در صف واتفورد بازی نموده بود. در صف تاتنهام باشد موسم قبلی روز عموما وارد هیئت اساسی نشده بود و در صف دسته احتیاطی برآمد میکرد. بازیگر دیگر انگلیسی اشلی یانگ باشد از اینتر بیرون شد و پس از 10 سال بازگشت به استون ویلا نمود. شرطنامه کاری این بازیگر انگلیسی 35 ساله با جانب ویلا 1 سال را تشکیل داده. پیشتر باشد یانگ در صف استون ویلا از سال 2007 تا سال 2011 برآمد می نمود و سپس به منچستر یونایتد گزارش کرده بود. میلانی در موسم نو به لیگ قهرمان‌ها برآمده از چلسی تاموری را خریداری نمود که این گزارش 28 میلیون یورو بهاگذاری کرده می شود. بازیگر 23 ساله چلسی که موسم قبلی را در اجاره در صف رسانه‌ها پس سر نموده بود چند پیش با میلان شرطنامه مهلتش تا سال 2025 امضا نمود. با قول ژورنالیست جانلوکا دی مارسیو میلان تاموری را از چلسی بر عوض 29 میلیون یورو خریداری نموده است و کل این مصرفکاری‌ها از برای آن است که تاموری در صف میلان بهترین بازی‌هایش را گذرانیده با آمدن به چمپیوناتی برایش ناشناس خود السیو رامانیولی را از هیئت اساسی بیرون کرد. هرچند که سخن سری پول نیافتن میلان از برای خریداری پوره تاموری زیاد میرفت، اما بازی صفتناکی فیکایو نشان داد که میلان قریب 30 میلیون یورو از برای سابق بازیگر چلسی جبران نموده است. هرچند که در بعضی خریدارها میلان احیا شونده تعریف ها هم شنود، اما در موضوع مناسبت با دوناروما البته منیجران این دسته سخت اشتباه کردند. پس از آنی که میلان آوازدار در مسیر 4 سال با دوناروما تمدید کنی شرطنامه نتوانست و چنین نفر پراستعداد و عین زمان بهترین بازیگر یورو 2020 را به عقلانه و بدون فکر به پول از دست داد، پاریژی های سرپول و چشم گرسنه چون لقمه تیار با پیشنهاد شرطنامه لذتمند جیجی دوناروما را پیش خود بردند و در بری راموس و حکیمی نو خریده شده مقامی خاصه دادند. نوبسته با بازی کفالتناک کیلر نواس در موسم‌های اخیر PSG از گزارش دوناروما اعلان نموده با این دروازه‌بان سرافر شرطنامه تا سال 2026 امضا نمود و با احتمالیت زیاد میتوان گفت که کیلر نواس از این بعد نفری دومی پس از دوناروما در PSG خواهد بود. دروازه‌بان 22 ساله نو قهرمان منتخب ایتالیا در یورو به صف پاریژی ها چون فوتبالباز آزاد پیوسته کارنامه ورزشی خود را پس از تعلیم گیری در اکادمی های ناپولی و میلان از سال 2015 در تیم میلانی آغاز نمود. همچنین دیگر جانلویجی دوناروما در صف منتخب ایتالیا 33 بازی دایر نموده چطوری گفتیم بهترین بازیگر یورو 2020 اعلان گردیده بود. خریداری نوبتی سرآغازه PSG در این تابستان خرج 60 میلیون یورو از برای دعوت اشرف حکیمی از اینتر به حساب می رود. بازیگر عربی از منتخب مراکش که از اینتر میلان به دسته ناصر الخلایفی آمد بر زمین 60 میلیون یورو از برای گزارش پرداخت شده، همچنین 11 میلیون دیگر در شکل جبران پولی ها خواهد گرفت. شرطنامه کاری با بهترین دسته فوتبال فرانسوی تا سال 2026 امضا نموده است. باید یادرس نمود که وقتی در صف رئال بازی نمودنش حکیمی طریق اجاره در صف بروسیا دورتموند هم هنرآزمایی نموده 1 موسم پیش برای عوض 40 میلیون یورو از جانب اینتر قهرمان در ایتالیا خریداری شده بود. در خصوص فروش حکیمی همین را باید گفت که اینتر در قیاس با 40 میلیونی در خریداریش مصرف نموده 20 میلیون فایده به دست آورد. جانب پاریژی باشد در نوبت خود نوبسته به پرداخت پول بیشتر کار منفعتناک انجام داد، چرا که اشرف الکی 22 سال داشته با بازی اعلی‌صفت در بوندسلیگا و سری آ آینده خوبی خواهد داشت. در موسم قبلی الکی در سری آ اشرف 37 بازی گذرانده 7 گل و 8 پرتافت گل‌آور در آمار دارد. خلاص امین را میتوان گفت که پس از جواب دادن بازیگران سابقه دار از این پس اشرف حکیمی در قنات راست میدان با قول کسی را گپزنی هم نمیماند. موضوع مناسبت راموس با رئال مادرید در ردیف گزارش آلابا به دسته لاس بلانکوس از زمره بحث برانگیزترین موضوعهای فوتبالی بودند که اخیراً در همین روزنه ترانسفری راه حلشان را پیدا نمودند. پس از آنی که دیوید آلابا رسما به رئال گزارش انجام داد و راموس با راهبریت رئال در خصوص جزئیات شرطنامه به توافق رسیدن نتوانست، چند پیش سرخیو راموس با چشمانی پر از اشک و دلی پرالم رسما رئال مادرید را ترک نموده به صف PSG چون فوتبالباز آزاد پیوست. حمایتگر دستان اسپانیا از سال 2005 این جانب در صف رئال برآمد نموده 5 مرتبه قهرمان اسپانیا و 5 مرتبه دیگر
جام لیگ قهرمان‌ها را طوری سر برداشته است، در حالی که 4 مرتبه دیگر مالک جام شاهیگری اسپانیا هم شده است. سرخیو راموس با همین رسما شرطنامه تا سال 2023 با پی اس ژی امضا نموده سالانه 15 میلیون یورو خواهد گرفت. گزارش دیگر پرحساس‌ترین در ردیف رفتن راموس از رئال این بازگشت دیر انتظار بوفون به پارما گردید که دسته میانه‌حال ایتالیایی هم گزارش بوفون را چون بازگشت سوپرمن خیلی جذاب به تصویر کشیده بود. پارما گزارش این دروازه‌بان 43 ساله را بار نخست در سال 2001 دوباره وارد تیم نمود و شرطنامه 2 ساله هم با او نوشته کرد. جانلویجی بوفون آغاز کارنامه ورزشی خویش را در سن 17 سالگی محض از تیم پارما آغاز نموده. طی 20 سال اخیر به استثنای موسم 2018-2019 در پی اس ژی کلی مسند ورزشی را در صف یوونتوس سپری نمود، جایی که همه جایزه ها را به دست آورد و تنها از جام لیگ قهرمان‌ها به‌نصیب میماند. هرچند که این آرزوی دیرینه بوفون دستان عملی نگشت، ولی آرزوی دیگرش چون بازگشت دوباره به پارما را جیجی بوفون مردانه‌وار و با جسارت به واقعیت تبدیل داد. کی می‌داند ممکن یک زمان بوفون مربی شود و با یوونتوس جام لیگ قهرمان‌ها را از خود می‌کند. در فرجام برنامه همین را میتوان گفت که ارسنال لندن ویلیام سالیبا را به اجاره به مارسیل روان کرد و این بازیگر 20 ساله یک سال بعدی در صف المپیک مارسیل کسبی تجربه میکند. به صف ارسنال باشد سالیبا سال 2019 پیوسته با گذراندن موسم قبلی در صف نیتسا با پیراهن توپچیان تا حال یگان بازی در پرمیر لیگ انگلیا بازی نکرده است. این بود برنامه ترانسفر در عمل. تنصیحت و پیروز باشید.